به قرآن مجید. یعنی من الان حالا بریم پایین حکمام رو دیوار هست، بوکس، کیک بوکس، چه میدونم تو ورزش بودم کلا. دیگه مسیر زندگی تغییر کرد متاسفانه. به خاطر رفیقای دور و بر. دیگه حالا دور بر، بعد وضعیت مالی دیگه میدیدی که آقا نه پولی داری سرمایه کاری بکنی، یا نه به قول معروف بادیگاردی هم متاسفانه اونجوری که باید حمایت نمیشه. بادیگاردی یعنی توی ایران حالا بنا به دلایلی حمایت نمیشه. فهمیدم. تخلیه خب خیلی دوست آره، دارم داستان تخلیه رو رو نشینم. رفتی آره. مثلا رفتی تو، میخوام داستانشو بدم. رفتی تخلیه تو رو هیچی، ما دیگه قرار شد 4-5 نفر قلاب بگیرن. حالا بزرگایی که بودن اونجا اسم نبرم بهتره. 4-5 نفر قلاب گرفتن، 4-5 نفر ما دیوار پریدیم پایین. که دیگه اونجا درگیری و باغ ما تحویل دادیم و تموم شد. اینا رو ریختیم بیرون، مأمور اومد، به قرآن خیلی داستانا. دیگه اومدیم و ما در رو قفل کردیم، کلیدو زدیم و تحویل طرف دادیم. تحویل دادیم و پولمون رو گرفتیم اومدیم. آره. پولمون رو گرفتیم اومدیم. اونجا بودش که این حاجیه که پول داده بود زنگ زد به من، گفت مشتبه چند سالته؟ گفتم والا 21 سالمه، تازه خدمتم تموم شده. گفتش که میخوام این بعد با خودم کار کنی. که دیگه من از سال 98 تا همین پارسال در خدمت آقای بودم دیگه. چی کار میکردی؟ دیگه حالا همه کار واسش میکردیم، رانندش بودیم. فهمیدم. آره، محافظش بودیم. بودی. آره. تخلیه وقتی که میری تو امکان داره با چیا مواجه بشی مشتبه؟ کلا آیدین داداش این راه 4 نفر بگن ترسیده خیلی قشنگ‌تره. میدونی چی میگم؟ چه جمله‌ای؟ 4 نفر توی جامعه، توی سطح جامعه بگن آقا ترسوه طرف، به نظر من بیشترین شجاعت رو تو داری که اینو به گردن گرفتی که چی خونوادت اذیت نشه.